جشن بین‌المللی نوروزро امروز در شهر حصار با анъанаҳои خاصش تجلیل نموده ایستادند. ساکنان با گشت و گذار عیدانه و رقص و سرود و ترانه این جشن بین‌المللی را با یک فرح و شادی تجلیل نموده ایستادند. در عرفه این جشن بزرگ باستانی یک زمره انشاءات‌های گوناگون به استفاده داده شد. با مناسبت جشن نوروز در شهر حصار چاره‌بینی‌های عیدانه جریان دارند. ساکنان کسب و کاری گوناگون در مرکزهای فرهنگی و فراغتی به سیر و گشت برآمده یکدیگر را به مناسبت جشن نوروز تبریک میگویند. در دهات شهر نیز چاره‌بینی‌های گوناگون به استقبال این جشن فرخنده پی برگزار گردیده ایستادند. در حاشیه تجلیل از این عید باستانی در شهر حصار چندین انشاءات نو به استفاده داده شد که از جمله آن تعمیر راه‌های محلی در محله‌های همدانی و رودکی شهرک حصار محسوب می‌یابد. نتیجه وحدت و ثبات کامل، آزادی و صاحب استقلالی بود که با تلاش‌های پیگیرانه سرور دولت و کشورهای حوزه نوروز امکانیت فراهم آمد تا جشن نوروز با تاریخ بیش از 6000 ساله‌اش مقامی بین‌المللی گیرد. امروز نوروز با تاریخ قدیمیش به جهانیان معرفی گردیده عالمیان تاجیکستان را همچون وطن نوروز اعتراف نموده‌اند و این جشن حالا به جزء تمدن بشری تبدیل یافته است. ما افتخارمند هستیم که همین نوروز همچون جشن تاریخی ملی ما از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی خوب معرفی گردید و از منبر بلند سازمان ملل متحد، سازمان یونسکو درباره نوروز و شکوه نوروز و جشن تاریخی نوروز اندیشه ها بیان گردیدند و تاجیکستان را همچون وطن نوروز شناختند. جشن نوروز در حصار شادمان و در سطح بلند راه اندازی گردیده ایستاده است. در این ملک، در همین سرزمینی که تاریخ بیش از 3000 ساله دارد، با یک شکوه و شهامت، با تنتنه، با اتفاقی و با تنتنه صلح و ثبات جشن گرفته می شود. خیلی خوشنود هستیم که می بینیم امروز چی خرد و کلان، چی پیر و برنا، همه با یک فرح و شادی، قلبی پر از مهر و محبت، یک صمیمیت، با لباس‌های تازه و بر و با یک امیدهای نیک از نوروزگاه‌ها دیدن میکنند، شادی میکنند. صلح، ثبات، امنیت تنتنه دارد. از آمدن نوروز پیش از همه کودکان با اجرای مراسم شادی گلگردانی به دیگران خبر میدهند. آنها گروه گروه شده به کوه و پشته ها رفته گلهای بهاری را چیده به دیه می آورند و خانه به خانه گشته به مردم سرودخوانان مژده آمدن نوروز را می رسانند. در بزمگاه های نوروزی دهات شهر حصار کودکان با قرائت شعرها آمدن فصل بهار و نوروز را به همدیگر شادباش گفته به بازی های گوناگون مشغول هستند. در گرد خان نوروز خویش و تبار و یاران دورن یا که نزدیک باید جمع آیند، باشد که سیر بینند سال دراز همراه با همدیگر بسازند، با همدیگر بپایند. تشریف سیاحان داخلی و خارجی به شهر حصار در حاشیه تجلیل از جشن بین المللی نوروز بیشتر گردیده هزاران مهمانان از کشورهای دور و نزدیک جهت شناسایی از انعنه‌های خاص نوروز به اینجا آمده از مکانهای تاریخی و فرهنگی نیز دیدن می‌کنند. نوروز از زنده شدن طبیعت، آغاز سال نو اجدادی و موسم کشت و کار مژده رسانیده ساکنان شهر حصار در ردیف تازه و آزاده نمودن خانه و در آباد و زیبا و سبز و خرمگردانی محل زیست به استقبال نوروز دسترخوان عیدانه آراسته چاره‌بینی‌های فرهنگی و ورزشی تشکیل نمودند. خوراک‌های عنعنوی نوروزی تاجیکان اصلاً غذاهایی هستند که از انواع غله‌دانه پخته می‌شوند. آش بریده نیز از این طعم‌های ملی به حساب می رود. در شهر حصار از گندم کوفته، نخود، لوبیا و بعضی گیاهای خوش‌طعم به مانند ریحان، پودینه، شلخه، گندم کوچه می‌پزند که آن را در دیگر منطقه ها با نام‌های گوناگون آماده می‌نمایند و این همچون رمز فراوانی حاصل کشاورزی اینچنین غذای سالم دانسته می‌شود. یکی از مهمترین رمزهای نوروز آراستن دسترخوان عیدانه با انواع 7 سین و 7 چین میباشد که هر یک معنای خاص خود را دارد. پختن سومنک از عنعنه‌های حتمی جشن نوروز به حساب رفته زنان و بانوان در اطراف دیگ سومنک با سرودخوانی و نیت و آرزوهای نیک آن را آماده می‌نمایند.
سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک لرزی بهاره، میله شب زنده داره، این خوشی سال یک باره، ایدی نوروزی مبارک. سومنک لرزی بهاره، میله شب زنده داره، این خوشی سال یک باره، ایدی نوروزی مبارک. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. بهار اینچنین فصل آغاز کارهای کشاورزی نیز هست. نوروز به مردم زحمتکش، دهقانان و باغبانان روحیه تازه میبخشد. در این روزها موسم نوی کشت و کار در شهر حصار ادامه داشته، کشاورزان با استفاده از باد و هوای مساعد کشت زراعت‌های بهاری را وسعت می‌دهند. با آمدن فصل بهار و عید نوروز کار دهقان آغاز می‌گردد. ما کشاورزان شهر حصار برای تامین امنیت اسقواری مملکت تمام کوشش غیرت را استفاده برده تمام زمین‌های شهر حصار را با کشت پورا تامین می‌نماییم. تا امروز تمام زمین‌های شهر حصار که زیاده از 11700 گکتار تشکیل می‌دهد پورا شدگار شده است. کشتی کارتوشکا در شهر حصار با آرام ادامه دارد. هنرمندی جزئی مهمی مدنیت ملت تاجیک را تشکیل می‌دهد. امروز در شهر حصار با استفاده از تمدن آموزنده ملت، هنرمندان به استحصال محصولات گوناگون مشغول بوده با این عملشان در تشکل مدنیت بلند سهمگذاری می‌نمایند. همزمان دختران و زنان و بانوان به آموزش هنرهای مردمی فرا گرفته شدند. با احیا نمودن هنرهای قدیمی تاجیکان از جمله گلدوزی و کشیده دوزی، آماده نمودن اطلس و ادرس و دیگر هنرهای مردمی، دوام چند سال اخیر در شهر حصار بانوان نمادهای گوناگون هنرهای ملی را از خود نموده ایستادند. از جمله هنرهای قدیمی خلق تاجیک این سازتراشی به حساب می رود. با گذشت سالها استاهای چیردست با آمیزش نقش و نگار ملی هنر سازتراشی را از نو احیا نموده در معرفی آن بین خلقهای دنیا سهم خود را می گذارند. وقتی که آموزگار فن سرود و موسیقی بودم، آهسته آهسته بعدای کار همه کمتر ساختن اسباب‌های موسیقی رو دوام دادم. خلاصه یکمین اسباب ساختگی من تور بود. من خیلی تور بود باید. همه خیلی تور بود. اکنون باید توری که من از شکلش توری کهنه خودم در نگاه کرده ساختم. یک چند جاهاش نفهمه بود. گوشک نداشت. بعد من همه را گرفتم. وقتا زیلونی بزرگ میگفتن شادروان صابیرов، پدر ملکه صابیرова همونجا استای کلام بود. استخوانه داشت. پیش همین صابیرов رفتم. و همین نگاه کرد این توری منو گفت اینا کی ساختگی؟ من گفتم اینا من خودم ساختگی. گرفت دید و گفت که یگان استاد دارد؟ من گفتم نه من استاد ندارم ولی هیچ کردم من همین را نو سر کردگم. بعد گرفت با من فهموند. بعد دیگرش ساخته بردم با پیشم کس. و کس دید و نو کمتر کو گفت که میشود. از تو استای خوب میبرد. دعای اون کس میگرفتم و آمده در خانه ساختن میگرفتم. اساسا شاگردانم فرزندانم. شرف کلان است. با یک آموزگار عادی با یک تراشیدن اسباب‌های موسیقی تا درجه هنرمندی سال شدن. نوروز جشن احیای طبیعت، رمزی همدلی، دوستی و آغاز زندگی نو است. این جشن که از عمق تاریخ سرچشمه میگیرد، امروز با رنگ و بوی تازه و با فضای گرم ایدانه تجلیل گردیده ایستاده است. نوروز جشن است که دلها را به هم میپیوندد، محبت را زیاد میکند و مردم را به سوی یک زندگی پرسعادت راهنمایی میکند. همین گونه چاره‌بینی‌های ایدانه بخشیده به جشن بین المللی نوروز در شهر حصار باز چند روز دیگر برگزار کرده می شود.